سمارت لوکاپ او وقت استفاده میکنین وقتی که اینترنت داشته باشین. وظیفه‌شان چی است؟ وظیفه‌شان این است که یک لغات مثلا این سابجکت است. اگر ما این انتخاب میکردیم دیروز ما و شما این خواندیم که دیکشنری واره هستن، سینونیمزشان هم میارنه که معنایشان چی هستن. در سمارت لوکاپ باز از نظر گرامر بر نشان میده که ناون است، پروناون است، ورب است، چی هستن. نظر به گرامر حالتش بر نشان میده که چی هستن. ناون است، پروناون است، ورب است یا چی است. فعلا به خاطر نشان نمیده چون اینترنت نیستن. سعی اینجا براتون میگه که sorry something went wrong, please check your network connection. یعنی اینترنت تان وصل نیستن، ببینین که چی مشکل هستن و ما اینجا اینترنت نداریم. خب خلاصه سمارت لوکاپ چی کار میکنه؟ هر لغات یا هر جمله را که انتخاب میکنی نظر به گرامر برات میگه که آیا این ناون است، پروناون است، ورب است، چی هستن. فهمیدی؟ گراماتیکال پوزیشنش براتون میگه. و که اینترنت نباشه باز کار نمیده. بعد از اون ترنسلیت است. ترنسلیت از لغاتش معلوم میشه که ترنسلیت معنی ترجمه، که از یک زبان به دیگه زبان براتون ترجمه کنه. خویی هم وقتی کار میکنه وقتی که اینترنت داشته باشی. که اینترنت نداشته باشی باز کار نمیکنه. مثلا اینجا باش میگه که ترنسلیت داکومنت انگلیش یونایتد استیت تو پرژین، که این چیزی که من داکومنت ما هستن این را به زبان فارسی برام ترجمه کنه. خب وقتی کار میته وقتی که اینترنت باشه، که اینترنت نباشه باز کار نمیته. فهمیدین؟ دیگه ایش هم همین قسم ترنسلیت سلکتد تکست، خاطر که انتخاب کرده باشی، سلکت کرده باشی، یکی بود کل فایل کل داکومنت ترنسلیت میکنه، یک کدام خاطر که انتخاب کرده باشی و براتون ترنسلیت میکنه و این طول بارش هم میاره که میتونی بر ترنسلیت کنی. خب یا کلش وقت کار میکنه وقتی که اینترنت داشته باشی. و در اینترنت هم ما یک وبسایت داریم. کدام وبسایت است که ترجمه میکنه؟ گوگل ترنسلیت. گوگل ترنسلیت یک خود وبسایت گوگل است نه؟ باز گوگل یک حساب بر ترنسلیشن هم داره که دو با مختلف زبان‌ها بر ترنسلیت میکنه. از انگلیسی به فارسی، از انگلیسی به پشتو، از انگلیسی به عربی، ما مختلف زبان‌ها بر ترنسلیت میکنه. خب قسم ترنسلیت نمیکنه مثل که یک نفری که او متخصص انگلیسی باشه او ترنسلیت میکنه. نه او قسم نه. لغات به لغات. لغات به لغات بر ترنسلیت میکنه. مثلا باز خودت باید ببینی که چه رقم. خب یک لغات که ترجمه میکنی رو باز مثل دیکشنری وری خوب میشه یا یک پاراگراف نوشته کنی یک ایده گرفته میتونی که این جمله چی معنا داره، ولی دقیق معنا بر نمیکشه به خاطر که لغات به لغات بر ترجمه میکنه. فهمیدی؟ دیگهش هست لنگویج. لنگویج وقتی که اینجا لنگویج کلیک کنی اینجا برات نشان میده که یعنی بیشتر که ما گفتیم که اینجا یک دیکشنری داریم نه. این دیکشنری از کدام زبان‌ها هستن. مثلا اینی انگلیسی هستن، این تیک مارک است. به این معنی وقتی که تو یک لغات نوشته میکنی اگر اسپلینگ یا گرامرشان غلط باشه نظر به کدام دیکشنری برات میبینه؟ نظر به این دیکشنری. یعنی اگر از انگلیسی نوشته کنی اسپلینگش غلط باشه سرخ میه برات نشان میده که در چی نیستن یا در دیکشنری نیستن یا در چی نیستن. از این زبان‌ها که تیک مارک هستن از یا دیکشنریشان هستن، از این که یک لغات نوشته میکنی از این زبان‌ها زیرش سرخ لاین میفهمی که گرامرش یا اسپلینگش غلط. سرخ که بیگ اسپلینگش غلط است نه. از این زبان‌های دیگه‌شان نمیه. فهمیدین؟ ببینید یکی تیک مارک هستن یا دیکشنری داره. وقتی که یک لغات نوشته میکنی از این زبان‌ها اگر زیرش سرخ آمد باید بفهمی که اسپلینگشان غلط است. از دیگه زبان‌ها که هستن نیستن. خب میایم به کامنت. کامنت را اینسرت خوانده بودیم. چی کار میکنه؟ اینجا مو چیز هستن وقتی که درباره یک لغات یک کامنت میتی معلومات نوشته میکنی اینجا هم همین قسم است. مثلا این لغات انتخاب میکنی و اینجا نیو کامنت کلیک میکنی، اونجا کامنت میاد دربارهشان معلومات نوشته میکنی. وقتی که دیلیت میکنی باز چی رو کلیک میکنی؟ دیلیت. از اینجا میتونی که دیلیت کلیک کنی یکش دیلیت شود. delete all comment, delete all comments in document. چیزی که کامنت هستن کلش next previous چی کار میکنه؟ اگر چندین تا کامنت باشه میتونی که next previous از اینجا بکنی. مثلا اینجا یک کامنت است next previous از یک کامنت به دیگه کامنت بر از دیگه کامنت به دیگه کامنت بر delete کامنت پس کامنت رو delete میکنه و شو کامنت باز کامنت بر شو میکنه. اینجا میای پس باید میخوانیم باش کی را فعلا delete ترک چینجز چیکار میکنه؟ ترک چینجز ما کامنت خواندیم که چیکار میکنه؟ کامنت میته درباره یک لغت معلومات
یا یک نظر رو نوشته میکنیم. او را گفتیم چی وقت استفاده میشه؟ مثلا یک راپور جور میکنین شما برای ستان میبرین، برات گفته که برای ما سالانه راپور جور کنین، شما جور کردین برشان بردین، او میخواد که باز جای را بر بگه که مثلا در اینجا این چیز نوشته کو یا در اینجا فلان عکس بنداز، فلان معلومات بنداز. باز چی میکنه؟ اون خیر انتخاب میکنه و کامنت میده، در کامنت نوشته میکنه که در اینجا این کار همینطور است. و اگر میخواست کدام جمله را بیخی تغییر بده، مثلا یک جمله نوشته است رو دیلیت میکنه، در جایش دیگه جمله نوشته میکنه، یا یک چیز اضافه میکنه، بیخی یک جای کدام جمله کم است نوشته میکنه اضافه میکنه. باز بر تو چه قسم معلوم شود که کدام جای تغییرات آورده؟ کامنت خونه معلوم میشه که علامه سرخ میه مثلا یعنی یک جای کامنت میتی یا او کدام جای را کامنت میته، اینه برات معلوم میشه که برات نوشته کنه که مثلا اینجا یک عکس هم اد کو، اد پیکچر یا دیگه. ولی وقتی که یک جای تغییر میده، مثلا یک جمله است او را بیخی پاک میکنه، میگه که هیچ ضرور نیست پاک میکنه. یک جای باید یک جمله را اضافه کنه، مثلا یک جمله را اضافه کنه. وقتی که بر تو روان میکنه تو چی میفهمی که کدام جای تغییرات آورده؟ کامنت خب برات معلوم میشه، اون سرخ معلوم میشه. تغییرات چه قسم معلوم شوه؟ از او خاطر باز مردم چی استفاده میکنه؟ ترک چنجز انتخاب میکنه. ترک چنجز که سلکت کرد، باز هر تغییر که میه بر تو معلوم میشه. باز اون رئیس چی کار میکنه؟ از اینجا ترک چنجز فال میکنه، میه اینجا ترک چنجز کلیک میکنه. این که کلیک کرد سکن نشانه از یک کمی خیره میشه، به این معنی که ترک چنجز فال شد. باز وقتی که فال شد، وقتی که هر تغییر میه به اینجا معلوم میشه. مثلا اگر خط نوشته میکنه اضافه میکنه، به کدام خط به کدام رنگ نوشته شد؟ سرخ، و اینجا این علامه گردش میاد. به این معنی که این تغییرات آورده. مثلا کدام جمله را دیلیت میکنه، این جمله را دیلیت کرد، چه قسم آمد؟ سرخ آمد. به این معنی که این خط پاس کرده، دیلیت کرده. این تغییرات که هر تغییر میاره بر شما معلوم میشه که فلان جای تغییر آمده. باز اون رئیس چی کار میکنه؟ ترک چنجز فال میکنه، بعد از اون تغییرات میاره. تغییرات که آورد باز به شما روان میکنه، شما که ببینید میفهمین که این جای را اضافه کرده، این جای را دیلیت کرده، اون جای را کامنت داده. باز اینجا ما accept and reject داریم. accept و reject. accept چی مانا؟ قبول کردن. reject مانا؟ رد کردن. اینی تغییرات که آورده، مثلا اینی تغییر آورده که خط اینجا نوشته کرده، آلی را قبول داری یا نه؟ یعنی اینجا باید باشه یا نباشه؟ نفر چیکار کرده؟ خط نوشته کرده، حالا تو میگی باشه یا نباشه؟ اگر میگی که باشه چی را کلیک میکنی؟ accept کلیک میکنی. accept ما قبول داریم. accept and move to next. این را قبول دارم و پیش برو، بعد دیگه برو. و accept this change امیر قبول دارم. ایرا کلیک میکردی، ایرا کلیک میکردی. accept all changes چی مانا؟ کل تغییرات قبول دارم. مثلا این اضافه نوشته کرده باید باشه، ایرا دیلیت کرده باید دیلیت شه. و چیزی که تغییرات است کلش قبول دارم. باز چرا کلیک میکنی؟ accept all changes کلیک میکنی. کلیک کو که تغییرات خط که بود دیلیت شد، این اضافه شد و دیگه track changes هم فعلا است. بازم اگه نوشته میکنی باز هم سرخ میاد. و اگه من اینجا بیام پس اندو میکنم و اگه اینجا برشان بگویی که دا accept changes and stop tracking، به این معنی که تغییرات قبول دارم و ترکینگ دیگه ختم کو، استاپ کو. بعد از اینکه باز نوشته میکنی تغییرات میاری باز نرمال میاد. این ترک چنجز میگه. فهمیدین؟ پس اندو میکنم پس میاد. بعد از اون ریجکت است. ریجکت چی معنی؟ که قبول ندارم. مثلا این تغییرات آورده، اولش این تغییر است که در اینجا خط نوشته کرده اضافه، من این قبول ندارم، میگم باید نباشه. هر قدر زیاد خط باشه. باز میای در ریجکت و برش میگی که reject and move to next. این تغییر قبول ندارم، این را پاس کو، برو با دیگه تغییر. مثلا این از که آمد به دیگهش. و یا اگر اینجا باش بگویی که reject this change یا reject change، امی را reject میکنه، قبول نیستن پاسش میکنه. و اینجا چی هم داریم؟ reject all changes، چیزی که تغییرات آورده کلش reject میکنه. reject all changes and stop tracking. کل تغییرات ریجکت کو و ترکینگ استاپ کو. باز که نوشته میکنه ترکینگ نمیشه. فهمیدین؟ بعد از اینجا لاک هم هست. لاک ترکینگ. این چی معنی؟ مثلا نفر ترکینگ آن میکنه، وقتی که خط نوشته میکنی یا تغییرات میاری اون معلوم میشه، یا خط دیلیت میکنی هر تغییری که میاری معلوم میشه. باز اگه یک نفر دیگه مثلا بر ترک چنجش اگه پاس کنم، وقتی که خط دیلیت میکنم معلوم میشه، وقتی که اضافه میکنم هم معلوم میشه. باز اگه یک کس ترک چنجش پاس کنه بعد از تغییرات بیاره، باز خب باز معلوم نمیشه مثل سابق ورینی. باز میتونی که از اینجا لاک کنی، مثلا این رو کلیک میکنی و اینجا میای
لاک ترکینگ کلیک میکنی. لاک ترکینگ کلیک کردی باز اینجا پاسورد میخوای. مثلا یک پاسورد میتیم یک، اینجا هم یک نوشته. اگه هر قدر پاسورد که میتی اینجا نوشته کو پایینم نوشته کو اوکی کو. ولی وقتی که تغییرات میاری خب معلوم میشه، خاطر دیلیت میکنی معلوم میشه. ولی اگر کس بخواد که ترکینگ استاپ کنه، استاپ کردن نمیتونه. چه کار میتونه؟ کار نمیتونه. همیشه که هر خط نوشته میکنه، هر تغییری که میاره معلوم میشه بر شما تا وقتی که این استاپ میکنین. وقتی که استاپ میکنین پس میاین اینجا لاک ترکینگ کلیک میکنین، اون پاسورد که دادین پاسورد پس برشان میتین. بعد از اون میتونین که استاپ کنین. بعد از اگر خط نوشته میکنین اون در ترک نمیشه. باز اگر تغییرات اکسپت ریجکت میکنین دلتان اکسپت میکنین اکسپت آل، ریجکت میکنین ریجکت. فهمیدین؟ این نکست پریویس است. از یک چنج به دیگه چنج رفته میتونی. مثلا اینجا کرسر موندی ایرا کلیک میکنی سکو به دیگه تغییر میره. یک تغییر پیش میره، ایرا کلیک میکنی یک تغییر پس میره. مثل که در کامنت نکست پریویس بودم. و اگر تغییرات ریجکت اکسپت نکردی ما ریجکت میکنیم تا که کلگی پس. فهمیدین تا اینجا؟ چنجز ده فهمیدین؟ خب بعد از اون میایم این آپشن هایش بر سو پانیم که سو باز یک تکرار شود. بعد از اون است کمپیر. کمپیر به انگلیسی چی مانا؟ مقایسه کردن. کمپیر مانا؟ مقایسه کردن. اینجا ما دو چیز داریم، یک کمپیر داریم یکی کمباین داریم. کمپیر به معنای مقایسه کردن است و کمباین به معنای یک جای کردن هستند. کمپیر وقتی استفاده میکنی وقتی که میخوای که دو فایل مقایسه کنی با هم. دو فایل هستند با خود مقایسه کنی که آیا چقدر تغییرات این دو تا داره. مثلا شما یک راپور رو جور میکنین بر رئیستان روان میکنین، او رئیس دو تغییرات میاره پس بر شما روان میکنه. حالا شما نمیفهمین که دایی کجا تغییرات آمده. ترک چنجز هم فعال نیست. شما نمیفهمین کجا تغییرات میه. حالا فایل ها که تو چند دانه شد؟ دو دانه. یکی شما روان کرده بودین، یکی او تغییرات دو آورد پس برتان روان کرد. چند تا شد؟ دو تا. یک شما تغییرات آورده بودین، یکی او تغییرات آورده. حالا شما نمیفهمین که دایی چقدر فرق هستن. باز در صورت چی استفاده میکنین؟ کمپیر استفاده میکنین تا که برتان نشان بده که چقدر دایی. این یک فایل است. در اینجا من نوشته کردیم که راپور مثلا سال 2016 اینی راپور است شما جور کردین. سوم است در اینجا در یک مای داکومنت سیو میکنیم به نام رپورت 2016. اینی را شما روان کردین برای استان بر کس که هست روان کردین. این که پیش از او رسید دایی تغییرات آورد. مثلا این اینجا اینی خطا اضافه کرد پس سیوش کرد. باش که را به دیگه نام سیو کنیم که دوتا شود. اینا به نام داش دو که دومیش است که او جور کرد تغییرات آورد پس با شما روان کرد. شما که این را واز میکنین حالا نمیفهمین که فایل ما که بود باش که او را واز کنم در فایل منیو اوپن به نام چی است؟ تنها 2016 است. یعنی را واز کردیم. مثلا بسیار زیاد صفحه داره، 100 صفحه، یک نیم 100 صفحه، 50 صفحه، بسیار زیاد تغییرات داره یا بسیار زیاد تغییرات آورده. شما نمیفهمید که کجا تغییر است. باز از چی استفاده میکنین؟ از کمپیر. باز شما میرم ببینیم. یکی است و یکی هم